اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سپاره 25 است. سوره زخرف، سوره 43. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم از جمله حروف مقطعات است. و الکتاب المبین، الله متعال قسم یاد میکنه به قرآن عظیم شان، کتابی که المبین آشکارا هست. آشکارا به این معنا که قرآن عظیم شان کتاب است که در تمامی نظام های اسلام، نظام فکری اسلام، نظام اعتقادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام اخلاقی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام حکومتی قضایی اسلام، نظام تشریعی اسلام و سایر نظام های اسلام در این به شکل بسیار واضح و روشن بیان شده که انسان مسلمان میتونه که از این نظام های آشکار و واضح اسلام استفاده کرده و خود یک مسلمان واقعی بسازه. الله متعال میگه انا جعلناه، ما گردانیدیم، یا انا سمیناه، نامگذاری کردیم ایره قرآنا عربیا، نامش قرآن ماندیم که قرائت میشه، و عربیا با زبان بسیار واضح و شیرین و روشن که دو هیچ مشکل نیست برای کسی که خواسته باشید و بسیار سادگی و آسانی یاد میگیره. لعلکم تعقلون، شاید که شما از عقلتان در این راستا کار بگیرین. و انه، و یقینا آنچه که در این کتاب است، فی ام الکتاب، اصل ازی در لوح محفوظ است، لدینا که به نزد ماست، لعلی حکیم که با درجه بسیار بلند و بسیار با حکمت است. افنضرب عنکم الذکر، افنضرب، آیا باز میگردانیم عنکم از شما، الذکر ای کتاب را، صفحا به اعراض، ان کنتم قوم مسرفین، ای که شما بودین قوم مسرف یا زیاده رو یا از حد تجاوز کننده. یعنی اگرچه شما از حد تجاوز بکنین، ما ای کلام خود دوباره نمیگیریم و ای حکم خود تغییر نمیدیم. و کم ارسلنا من نبی فی الاولین، و کم ارسلنا، و بسیار زیاد ارسلنا فرستادیم، من نبی از پیغمبران را، فی الاولین در امتهای قبلی، و ما یأتیه من نبی، و نمیامد بر از اینا هیچ پیغمبری، الا کانوا، مگر ای که این مردمای بیدین، بهی به او یستهزئون، استهزا میکردن. فاهلکنا، پس هلاک کردیم، اشد منهم، قویتر آنها را، بطشن در قوت، یعنی بسیار دشمنای سرسخت و خطرناکی بودن، اونا را ما هلاک کردیم. و مضى مثل الاولین، و گذشت مثال عقوبت و سرزنش ما، الاولین به مردمای سابقه و گذشته. ولئن سألتهم، و اگر شما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مردم سوال بکنین که من خلق السماوات والارض، که آسمان ها و زمین کی خلق کرده، لیقولن، حتما اینا میگن که خلقهن، خلق کرده آسمان زمین را، العزیز العلیم، ذاتی که بسیار غالب است و بسیار عالم است. الذی، او ذاتی که جعل لکم الارض مهدا، زمین را مانند یک گهواره، مثل یک فرش بر شما ساخته، و جعل لکم فیها، و گردانی در امی زمین خلق کردنی، سبلا، راههای، لعلکم تهتدون، شاید که شما هدایت شوین. والذی، و الله ذاتی هست که نزل من السماء ماء، از آسمان آب را فرستاد، به قدر، به اندازه، بهی توسط اینمی آب، بلدتن، یک شهر را که میتن، مرده بود، کذالک، بمی شکل که ای شهر مرده توسط آب دوباره زنده شد، همچنین شما هم تخرجون، زنده میشون و از زمین خارج کرده میشوین. والذی، و الله ذات است که خلق الازواج، خلق نمود در هر مخلوق جفتها را، در نباتات، در حیوانات، در انسانها،
کلها همه و جعل لکم من الفلک و گردانید بر شما از کشتی ها و الانعام و از حیوانات ما مخلوقات را خلق کرد که ترکبون شما به آن سوار می شوید. لتسوو تا که بنشینید مساوی علی ظهوره بر پشت آن. ثم سپس تذکروا نعمت الله تذکروا یاد کنید نعمت ربکم نعمت پروردگارتان را. اذ استویتم علیه وقتی که خوب آمد درست سوار شدی بالای آن. و تقول و بگویید سبحان الذی و در وقت سوار شدن در وسایل ترانسپورتی چی حیوانی باشه چی وسایل موتر و طیاره یا کشتی باشه شما بگوین سبحان الذی پاک است او ذاتی که سخر لنا هذا مسخر و تابع کرد بر ما این موجودات را و ما کنا له مقرنین و ما نبودیم که اینا را در اختیار بیاوریم یعنی در اختیار خود را بیاریم یا تابعشان بکنیم ولی الله متعال را بر ما مسخر ساخته که ما میتونیم حتی از حیوانات بسیار قوی من حیث یک وسیله ترانسپورتی استفاده بکنیم. و این و ما الی ربنا به سوی پروردگار ما لمنقلبون برمیگردیم. و جعلوا له من عباده جزءا و جعلوا و مقرر کردن له بر الله متعال من عباده از بنده هایش جزءا یک جزئی که با الله را یک جای عبادت کنه. ان الانسان یقینا که انسان لکفور بسیار ناسپاس است ناشکر است مبین آشکارا. با وجود از اینکه دلایل قدرت الله را میفهمن ولی باز وقتی که در عبادت الله میان باز چی میکنن؟ امرای از او مخلوقات دیگه را شریک میسازن. مشکل دیگه از چیز که ام اتخذوا مما یخلق بنات اینا گرفتن از آنچه که الله خلق کرده بنات دختران. ام اتخذ یا ای که گرفته هست این استفهام انکاری هست. استفهام انکاری هست که سوال میشه لکن به شکل انکار و توبیخ. ام اتخذ آیا الله متعال گرفته هست مما از آنچه که یخلق و خلق میکند بنات دخترها را گرفته. این بت پرستا اتو صفت میکردن که العیاذ بالله ملائکه دختران الله هست. و اصفاکم بالبنین بازیا خودشان برای خود دختر خوش نداشتن او را آنچه را که خودشان خوش نداشتن باز از بی‌ادبی زیاد را به الله نسبت میدادن. الله گفت آیا ام اتخذ یا ای که الله گرفته مما یخلق از آنچه که خلق میکند بنات دختران را و اصفاکم و باز شما را برگزید بالبنین به داشتن پسران یعنی او چیزی که حتی شما او را بد میبینین از داشتن دختر تنفر میکنین او را الله بر خود اختیار کرد. این نهایت درجه بی‌ادبی و بد اخلاقی مشرکین نشان میده. و اذا بشر احدهم و وقتی که بشارت داده شود بر یکی از اینا بما ضرب للرحمن مثلا با آنچه که او بیان کرده برای الله متعال الله رحمان مثلا مثال باز ظل وجهه مسودا باز روش سیاه میگرده. یعنی وقتی که برای خودشان بشارت داده شود که خانت دختر پیدا شده باز چهرهاشان سیاه میگردن که اوه ما چطور دختر داشته باشیم. باز اونمو که خودشان برای خود او را نمیپذیرن باز او را به الله نسبت میتن. و اذا و وقتی که بشر بشارت داده شود احدهم بر یک از این مردمای عصر جاهلیت به چی بشارت داده شود؟ به ما با آنچه که ضرب للرحمن که و مثال بیان کردن برای الله. برای الله چی مثال بیان میکنن؟ که الله دختر گرفته ملائکه دخترایش است. باز میگه او چیزی را که به الله مثال میده اگر برای خودش بگویی که خودت دختر داری ظل وجهه مسودا چهرهش سیاه میشه و هو کظیم در حالی که همت بسیار از غم و غصه زیاد اما پندیده می باشه مشکوار کظیم که بسیار یک نفر قار باشه اما پیشانوش ترش مشکوار می پنده. او من ینشأ یا ای که مثلا
کسی که ینشأ و پرورش میشه فی الحلیت در زیورات. بسیاری وقتا دخترکا که بودن یا زیادتر چی را خوش داشتن؟ زیورات خوش داشتن. و هو فی الخصام، در وقت خصومت و جنگ و جر بحث هم غیر مبین، یعنی اونا بسیار واضح نبودن. اینا چرا دخترها را خوش نداشتن؟ از یک طرف دخترها را بعدشان میمد میگفتن که غیرت جاهلیت ما تقاضا نمیکنه که ما داماد داشته باشیم، باید دختر خود در طفولیت از بین ببریم. یا دختر به خاطر از این خوش نداشتن که دخترها در جنگ اشتراک نمیکردن. مردمای جاهل از بچه های خود برای مثلا جنگ و غارت و گپا استفاده میکردن. اینال او چیزایی را که خودشان خوش نداشتن باز با بسیار بی‌ادبی او را به الله نسبت میدادن. یعنی اگه خودشان میگه که خانه‌تان دختر شده، باز چهرهش تغییر میکرد و میگه فی چی هستی؟ دخترها کسی یا خبر ازی هستن که زیور بپوشن یا خبر جنگ و برای میدان و گپا نیستن. باز اینمی دخترکایی را که به خود نمیپسندیدن باز بی‌ادبیشان به اندازه بود که باز میگه بر ما الله بچه داده، بر خود دختر گرفته. یعنی بی‌ادبی از اینا به نهایت زیاد شده بود. و جعل و گردانیدن الملائکه، ملائکه را که الذین، او مخلوقاتی که هم عباد الرحمن، بنده های الله هستند، اناثا، یا را گفتن که یا مؤنث هستند، در حالی که ملائکه به مذکر و مؤنث توصیف نمیشوند. چرا؟ اونا مخلوقاتی هستند که نفس ندارن، بناهن بر از اونا این اطلاقات غلط است. لکن جاهلا باز میگفتن که ملائکه دخترها هستن. از این خاطر بعضی مردمای جاهل باز ملائکه را به فرشته ترجمه میکنن. فرشته نباید فرشته بگی. چرا؟ فرشته نام چی است؟ نام دختر است، ناروا هست. اشهدوا خلقهم، آیا اینا حاضر شدن در وقت خلق شدن ملائکه؟ شما که میگین یا مؤنث هستن، آیا شما در وقت پیدایش از اینا حاضر بودین که شما فهمیدین که اینا دختر هستن یا مؤنث هستن؟ اشهدوا، آیا این مردمان جاهلیت حاضر بودن خلقهم، در وقت تولد یا خلقت ملائکه؟ ستکتب شهادتهم، نوشته می شود شهادت و سخنشان، و یسألون، و در روز قیامت از این سوال کرده می شوند. باز مردمای بیدین چی می گفتن؟ می گفتن و قالوا لو شاء الرحمن، و الله متعال در قرآن عظیم شان ذکر میکنه که کدام مردم بیادب هستند، بیادبی ها کدام مشکلاتی را داره و چرا مردم جاهلیت مردم جاهل گفته می شدن. و کسی که این صفات داشته باشه ولو که در عصر امروز هم زندگی کنه، اونمو انسان جاهلی هست پیش الله. پس الله متعال همون صفات زشت از اینا را در قرآن بیان میکنه تا یک انسان مسلمان خود وقایه کنه. این شامل طب وقایوی قرآن میشه که بدیها ها را بیان میکنه. ما مثلا ویروس به خاطر چی میشناسیم؟ وقتی که بفهمیم در کامپیوتر ما اینی ویروس است، اما فایل پلی نمیکنیم. وقتی که فایل باز نکردیم باز این ویروس کامپیوتر ما را خراب نمیکنه و بر از او آنتی ویروس استعمال میکنیم. الله متعال امی ویروس های فکری که انسان به جاهلیت میکشانه بیان میکنه. مردم های جاهلیت چی میگفتن؟ میگفتن و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگه الله میخواست ما این بتها را پرستش نمیکردیم. یعنی مردم های جاهلیت چی عادت دارن؟ میخواین که بگوین که امی بت پرستی ما که است ایره الله خواسته، در حالی که الله متعال شرک و کفر و ظلم و بیدینی را به بنده های خود نمیخواین. لکن الله متعال چون اختیار داده برای انسان، این اختیار انسان است که الله اختیار برش داده، خود انسان راه مستقیم یا راه غلطه اختیار میکنه، اما الله خوش نداره، نمیخواه. یا چی میگفتن؟ و قالوا، و گفتن لو شاء الرحمن، و اگر الله میخواست ما عبدناه، ما ای بتها را و ای قبرها را و ای مخلوقات عبادت نمیکردیم. ما لهم بذلک من علم، الله متعال میگه به چیز اینا علم ندارن. اینهم الا یخرسون، اینا نیستن مگر اشخاصی که یخرسون یعنی پیش خود تخمین میکنن یا پیش خود خیالی گپ میزنن. ام آتیناهم کتاب من قبله، الله متعال وقتی که میگه که اللهی رو بر ما گفته که شما بتار عبادت بکنین، یا اگر الله میخواست ما عبادت نمیکردیم، آیا ما برشان کدام کتابی دادیم من قبل از قرآن؟
فهم به مستمسکون، باز اینا به او کتاب تمسک میورزن. کی دلیل میگن؟ بل قالو، بلکه اینا سند ندارن، دلیل ندارن. دلیل مردم های بیدین چی هست؟ امیست که انسان های جاهلیت همیشه چی میگن؟ بگن انا وجدنا آباءنا علی امت، ما پدرای ما را به اینمی دین یافتیم. علی امت علی دین، میگن ما پدرای ما را به اینمی دین یافتیم. آل از پدرایتون کدام کتابی، کدام سندی، کدام پیغمبری؟ میگن ما پشت از گپا نمیگردیم، پدرای ما اینمی کارا میکرد. و انا علی آثارهم مهتدون، ما با نقش قدم پدرای ما، آثار یعنی آثار نقش قدم پدرای ما، مهتدون، ما با اونمو هدایت میشیم، راه میفیم. ما بغیر از رواج خود چیز دیگه قبول نداریم. خب بسیاری رواج ها که هست، امیال که ما شما سعی کنیم. رواج ها چند قسم است؟ یک قسم رواج هایی است که از دین گرفته شده، مثلا بعضی چیزاست از دین است لکن اما تا آستا به شکل رواج برای مردم آمده. بعضی رواج ها از دین های باطل گرفته شده. حالا بسیاری وقتا بسیاری چیزا رو ببینی. چرا مثلا وقتی امیال در افغانستان سر یک قبر میرن شمع روشن میکنن؟ این یک رواج است. اساس از رواج که بخوانی از کجا هست؟ اساس از رواج است آتش پرستی هست. آتش پرستا وقتی که در مجلس خود، در محفل خود میرفتن، اول چی رو چالان میکنن؟ آتش رو چالان میکنن. المپیا چرا سمبولش آتش است؟ وقتی که نو شروع میشه مسابقات المپیا، اول چی رو چالان میکنن؟ آتش چالان میکنن. از کجا مانده این رواج؟ از اونم آتش پرستی های قدیم. یا آل همین سپورت مایندان که تکواندو میکنن، کانفو میکنن، تکواندو میکنن، یا چرا تو خود خم میکنن پیش مجسمه امو شخصی که ایره تأسیس کرده. این رواج از کجا مانده؟ از همون بت پرستی مانده. ما و شما چرا مثلا در افغانستان عروس وقتی که در پیش خانه داماد میرسد، پیش از اینکه از موتر پایان شود یک دانه مرغ میکشیم، بازم خون مرغ در بوتای عروس میزنیم. این از کجا مانده؟ این رواج است. لکن این رواج از کجا مانده؟ از زمان قدیم بت پرستا مانده که بت پرستا وقتی که یک حیوان یا پرنده را زیر پای بت خود میکشتن، باز خون از رو در کجا میزدن؟ دم پای همو بت میزدن. حالا ما و شما این رواج هاست. حالا یک کسی میگه من از رواج میگیرم. یا مثلا تویانه، عمل در بین مردم افغانستان بسیارش که میگه ما مسلمان هم هستیم، دیندار هم هستیم، خوب دیندار هم هست، وقتی که آمد تویانه میگیره، در مقابل دختر خود 3 لک 4 لک پیسه میگیره، یا مثلا گاو میگیره، یا گوسفند میگیره، یا زمین میگیره. این از کجا مانده؟ این از همون زمان عصر جاهلیت، از دختر فروشی و برده فروشی و از اون عصر جاهلیت بین از این مردم مانده. پس اینا سر از این تجارت میکنن، در حالی که خوب میفهمه که من از دختر پیسه گرفتیم شرم است، لکن نمیشرمه. اینا لیکلش رواج ها چی است؟ این رواج ها است که از عادات عصر جاهلیت مانده. وقت تعویض میته، میگه تعویضی که گرفتی اشک و گوشت گاو نخوری. از کجا ماند که گوشت گاو کدازی نخوریم؟ به خاطر که اکثر تعویضگرا که در افغانستان بوده امیال هم که هستن اون دوستن، سکاستن. سکا گاو خوش دارن، مستقیم تو را نمیگه، غیر مستقیم از طریق تعویض تو را میگه که اشک و تعویض که گرفتی گوشت گاو نخوری، پیر ما را نخوری. صحیح نه؟ چرا مثلا اینم تو چراها رواج هایی که در بین مردم است که یک از این مقایسه بکنی، سعی میکنی که این کلش از چی است؟ یا از عادات تکبر و غرور مردم است، یا از بی‌غیرتی مردم است، یا از ادیان باطل است که کل ازی به شکل چی آمده؟ به شکل رواج ها آمده. این رواج شده. مردم جاهلیت چی عادت دارن؟ اینا از عقل خود کار نمیگیرن، از قرآن کار نمیگیرن، از سنت کار نمیگیرن. همیشه میگه چی گپ است؟ دلیلشان رواج ماست. برش بگه او برادر اینی کار نکن، نه رواج ماست، اینی حرام خوری نخور، نه رواج ماست. اینا به این اساس رواج الله متعال میگه که مردم جاهلیت چی بودن؟ و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه، و همچنین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما نفرستادیم قبل از تو در هیچ قریه من نذیر، کدام پیغمبر بیم دهنده از عذاب، الا قال مترفوها میگفتن اما مترف چی را میگن؟ مردمایی که زیاد پیسدار هستن و بسیار مثلا مالدار هستن و قدرتدار هستن، یا باز چی میگفتن؟ انا وجدنا آباءنا علی امت، ما پدرای خود دینی دین یافتیم. اینمی پدرای ما دختر فروشی میکرد، اینمی پدرای ما بت پرستی میکرد،
این پدرای ما قبر پرستی میکرد، ما به مو دین پدرای ما هستیم و انا علی آثارهم و ما به آثار قدم های پدرهای ما مقتدون اقتدا میکنیم. اونمو چیزی که پدرای ما کردن. قال گفت برشان اولو جئتکم باهدی، آیا ما بر شما ناوردیم او چیزی را که شما را درست راهنمایی میکنه، بسیار هدایت میکنه، مما وجدتم علیه آباءکم، از آنچه که شما یافتین بر آن پدرایتان را. قالوا باز در این صورت چی میگه وقتی که برشان بگه که او برادر از آنچه که رواج پدرها هست از او که خود قرآن و سنت ای خوب ده هدایت است، آنچه که از پدرایتان مانده غلط است. باز جوابشان چی میباشن؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، ما با آنچه که شما فرستاده شدین به این ما کافر هستیم. فانتقمنا منهم، الله متعال گفت باز ما از این مردم ها چی کردیم؟ انتقام گرفتیم. فانظر، پس ببی، کیف کان عاقبت المکذبین، که چه قسم بود سرنوشت تکذیب کننده ها. و اذ قال، آل مثال هایش الله بیان میکنه، ایره میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شما متأثر نشین، این عادت کافر است، این عادت مردم های جاهلیت است که همیشه در مقابل حق استاد میشه، شما متأثر نشوین. و اذ قال ابراهیم، و انگامی که گفت ابراهیم علیه السلام لابیه به پدرش و قومه بر قومش، انا براء مما تعبدون، اننی، ابراهیم علیه السلام چه گفت؟ اننی، یقینا که من، براء، بسیار بری و بیزار هستم، مما، از آن چیزی که شما تعبدون عبادت میکنین، الا، مگر، الذی، او ذاتی که فطرنی، ای خلقنی، مرا خلق کرده، فانه سیهدین، او مرا هدایت میکنه، و جعلها کلمة باقیة، و الله متعال گردانید اینمی سخن توحیده، سخن باقی مانده، فی عقبه، در عقبش، لعلهم یرجعون، شاید که اونا، و جعلها، و گردانید امی سخن توحید را، کلمة باقیة، یک سخن باقی و ماندگار، فی عقبه، در عقب ابراهیم علیه السلام، یعنی بعد از ابراهیم علیه السلام هم امی توحید سخن پایدار است، لعلهم یرجعون، شاید که نا رجوع بکنن. بل متعت هؤلاء و آباءهم، الله متعال میگه ما متعه دادم، بهره دادم، هؤلاء، این مردم را، و آباءهم، و پدرانشان را، حتی تا زمانی که جاءهم الحق، آمد بر از اینا حق، آمد توحید آمد، و رسول مبین، و پیغمبر آشکار. ولما جاءهم الحق، و وقتی که برشان حق آمد، توحید آمد، قالوا هذا سحر، گفتن ای جادو هست، و انا به کافرون، و ما به کافر هستیم. و قالوا، بعضی مردم های جاهلیت چی استدلال میکنن؟ یا میگن لولا نزل هذا القرآن، چرا این قرآن نازل نشده علی رجل، به یک شخصی، من القریتین عظیم، از این دو قریه بزرگ، چرا مثلا بر رهبرای طائف نازل نشدن، چرا بر رهبرای قریش، رهبرای مکه نازل نشدن؟ یا امی استدلالشان است که چرا به اینا نازل شدن؟ الله متعال میگه اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها تقسیم میکنن رحمت ربته؟ یا اینقدر بر خود صلاحیت میتن که حتی پیغمبری را هم یا تقسیم بکنن که باید پیغمبر باشه، از کجا باید باشه؟ اهم یقسمون، آیا اونا تقسیم میکنن رحمت ربک، رحمت پروردگارت را؟ الله متعال میگه نحن، ما با عظمت خود، قسمنا بینهم، تقسیم کردیم در میانشان، معیشتهم، روزی زندگیشان را، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا، و رفعنا، و الله میگه ما هستیم که بلند میگردانیم، بعضهم، بعضی را، فوق بعض، بالای بعضی دیگه، درجات، از نگاه درجه. این کار ما هست که کی را پیغمبر میسازیم، کی را ولایت میتیم، ولی الله میشه، کی را نبوت میتیم، کی را کرامت میتیم، این کار الله هست. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که باز بگیره بعض از اینا بعضی دیگهشان را، سخریان، به مسخرگی. آیا یا میخواین که قدرت به دست خود بگیرن و باز بگن که نه ما میخوایم که تقسیمات بکنیم، و اگر الله کردن باز یا سر یکی دیگه مسخرگی بکنن. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، الله متعال میگه رحمت پروردگار تو بهتر است از آن چی که اونا در او اجماع میکنن و جمع میشن. ولولا ان یکون الناس امه واحده، و اگر نمی بود این سخن، یا اوتو نمیشد که کل مردم یک امت میشدن، یک امت کفری میشدن،
لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. میگه اگر این تاثیر سر مردم نمی آورد، ما برای این کسایی که کافر میشدن برای اق نعمت ها را میدادیم که حتی چتهای خانه از را از طلا از نقره می ساختیم. میفتیم برین خوب همین مال دنیا از شما باشه، بان که خوب بخورین، خوب عیش بکنین که بازار آخرت براتان هیچ بهره نباشه. و معارج علیها یظهرون، یا اتو برشان قصرهای را جور میکردیم که بالا از بالا میشدن و میرفتن. ولی بیوتهم، و برای قصرهایشان ابوابا دروازه ها می بود، و سرورا و تختا می بود که علیها یتکئون، بالا از تکیه میکردن. و زخرفا، و بسیار چی می بود؟ طلاهای سرخ رنگ یا زر سرخ رنگ رو میگن. و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، میگه تمام اشیا که هستن نبودن مگر یک متاع زندگی دنیا هست. اما والآخرت، و آخرت که است عند ربک للمتقین، به نزد پروردگارت برای متقیان ای چی شده؟ آماده شده و ساخته شده. الله متعال میگه که این دنیا پیش ما ارزش نداره. اگر مردم تحت تاثیر نمی رفتن، چون انسان ها هست وقتی که یک کسی خوب خانه داشته باشه و خوب زندگی داشته باشه، باز میگه که این است که کافر قصر داره و خانه داره و ما مسلمان هستیم، غریب هستیم، عقب مانده هستیم. الله متعال میگه اگر مردم این یک فکر غلط برشان پیدا نمیشد، متاثر نمیشدن، ما بر از این کافرها اینقدر طلا و نقره و تعمیرها و قصرها و زندگی میدادیم که یا خوب دمی زندگی دنیا غرق میشدن، باز یک دفعه اینا رو مؤاخذه میکردیم. پس الله متعال میگه اگر ما برای کافرها بعضی چیزها را دادیم، این به این معنی نیست که اونا ارزش معنوی هم پیش الله دارن. به این معنی نیست که اگر کس قصر خوبش داره، موتر خوبش داره، خانه خوبش داره، و حتما پیش الله ارزش بیشتر داره. الله متعال ارزش برای کسی میته که او در آخرت همین نعمت ها را حاصل بکنه. این نعمت دنیایی است، امروز پیش پدر می باشه، دیگر روز پیش بچه می باشه، دیگر روز کلش هلاک میشه، یک نفر سعی کنه که هیچ چیز نداره. و من یعشو، الله متعال میگه هر کسی که یعشو غافل شود عن ذکر الرحمن، از یاد الله، نقید له شیطانا، ما مقرر میکنیم برای او یک شیطان را، فهو له قرین، بازمی شیطان دوست از می باشه. کسی که الله را فراموش کرد باز دوست از او شیطان می باشه. و اینهم، و یقین داشته باشین که امی شیطان ها لا یصدونهم، اینا را مانع می شوند عن السبیل، از راه حق. و یحسبون، باز این مردم که از راه حق منحرف شدن باز خودشان پیش خود چی گمان میکنن؟ انهم مهتدون، که ما بسیار مردمای راهیاب هستیم. تا چه وقت یاد این فکر هستن که ما مردمای بسیار فامیده و دانشمند و راهیاب هستیم؟ حتی تا زمانی که اذا جاءنا، وقتی که بیاید به نزد ما، باز اونجا در میدان قیامت که ایستاد شوه، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، باز به می قرینش، به می دوست شیطانی خود چی میگه؟ میگه یا لیت، ای کاش در بین ما و بین تو چی می بود؟ اقا فاصله می بود مثل بعد المشرقین، مثل فاصله مشرق و مغرب، هیچ من تو را کاش که نمی دیدم. فبئس القرین، تو خود بسیار دوست خراب بودی. عالمی دوستای که شما انسان ها میگیرن دو قسم، یا دوست شیطانی میگیره یا دوست انسانی میگیره. امی هر کسی را ببینی که چرا گمراه شدی، هر سگریتی را که پرسان کنی میگه تو را کی سگریتی کرد؟ میگه یک دوست لچک داشت. در جوانی هم یک دوست داشتم بسیار لچک بود، لندغر بود، چند دفعه برام سگرت اما پیش کرد دیگر روز نسواری را پرسان کنی، ولی یک دوست لچک داشتم. ایروینی که بستریج در دریا هست، میبینی که چقدر خوار ذلیل است، از حیوانات هم خدا بدتر ساخته، که یگان دفعه به اوش باشه پرسانش کنی کی تو رو این کار کرد؟ والا یک دوست زشت داشتم. قرین این دوست زشت است. از این خاطر اختیار دوست بسیار مهم است. دوستی را بگیرین که او به تقوا باشه، شما را به طرف دین بگردانه. و باز بسیاری کساس خوب است که همین دوست بد خدا در دنیا مشناس، از او دوری میکنه. بعضی کساس دوست خدا دوست میگیره تا چه وقت؟ تا زمانی که او چی میشه؟ تا زمانی که
باز وقت مرگش میایه، باز در روز قیامت چی میگه؟ باز در روز قیامت در وادی مرگ خود باز چی میگه؟ باز میگه که یا لیت ای کاش بینی و بینک، در بین ما و بین تو بعد المشرقین فاصله می بود، بین مشرق و مغرب، فبئس القرین. الله میگه که این بسیار دوست بسیار زشت است، این شیطان، این دوست های شیطانی، این انسان های بیدین یا بسیار دوست بد و زشت هستند. ولا ینفعکم، و هرگز منفعت رساندن نمیتونه این دوستای خرابتان الیوم امروز، اذ ظلمتم، وقتی که شما ظلم کردین، انکم فی العذاب مشترکون، شما در عذاب شریک هستین، هم خودت و همی دوستت. به رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که افانت، ای رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا تو تسمع الصم، تو شنونده میتونی الصم، انسانی که کر است، او تهدی العمی، یا میتونی کسی که قلبش نابینا هست، و من کان فی ضلال مبین، یا کسی که در گمراهی آشکار است. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله این مردم دعوت میکرد، میدید که دعوت قبول نمیکنن، خسته میشد، خفه میشد. الله متعال برش گفت که یا مثل کر هستن و نابینا هستن و مردم مای هستن که در گمراهی غرق هستن، تو جگرخون نشو، یارو تو راهنمایی کردن نمیتونی. فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون، پس وقتی که فاما، پس اگر ما نذهبن بک، تو را ببریم، فانا منهم منتقمون، باز ما از اینا انتقام میگیریم. او نرینک الذی وعدناهم، یا تو را نشان میدیم آنچه را که بر از اینا وعده دادیم، فان علیهم مقتدرون، الله میگه ما بسیار بالای از اینا مقتدر و قدرتمند هستیم. فاستمسک، پس ای رسول الله صلی الله علیه و آله تو تمسک بورز، چنگ بزن، بالذی، به آنچه که اوحی الیک بر تو وحی شده، انک علی صراط مستقیم، تو در راه راست هستی.